اگر فقط 60 ثانیه تمرکز واقعی داشته باشی ممکن است زندگیت در 30 روز آینده تغییر کند. بله، فقط 1 دقیقه. نه 1 ساعت، نه یک دوره انگیزشی و نه هم کدام اوقات زیاد. فقط 1 دقیقه تمرکز عمیق. اما 95% مردم حتی همین 1 دقیقه را هم بلد نیستند و امروز من میخواهم چیزی را به تو نشان بدهم که احتمالاً هیچ کس درباره اش در یوتیوب به زبان دری صحبت نکرده است. مشکل اینجاست. مغز ما به تمرکز عادت ندارد. ما عادت کرده ایم به اسکرول کردن، نوتیفیکیشن، چک کردن مداوم گوشی و فکرهای پراگنده و گدوت. میفهمی خطر کجاست؟ وقتی تمرکز کوتاه شود، تصمیم ها ضعیف می شود. وقتی تصمیم ضعیف شود، نتیجه ها کوچک می شود. اکثر مردم فکر می کنند که موفقیت نیاز به انگیزه دارد، اما حقیقت یک چیز دیگری است. موفقیت نتیجه میکرو تمرکزها است و حالا می خواهم یک تکنیک ناشناخته اما قدرتمند را به تو یاد بدهم به نام قانون 60 ثانیه سرنوشت ساز. تا آخر ویدیو بمان، چون در آخر و در 3 ثانیه آخر یک تمرین عملی می دهم که زندگیت را تکان می دهد که اگر امروز انجام بدهی همین امشب نتیجه اش را احساس می کنی و حس می کنی و درک می کنی. روش بسیار ساده است اما فوق العاده قدرتمند. امشب یک هدف کوچک انتخاب کن، فقط یک هدف. مثلا نوشتن یک پلان، شروع یک پیام مهم، تصمیم برای یک تغییر یا حتی شروع یک پروژه کوچک. حالا 60 ثانیه تایمر بگیر. در این 60 ثانیه نه گوشی، نه حرکت اضافی، نه فکر پراگنده، نه صحبت های بیجا. فقط یک سوال از خودت بپرس: اولین قدم واقعی چیست؟ همین. وقتی مغز فقط 60 ثانیه فشار متمرکز دریافت کند، بخش تصمیم گیری مغز فعال می شود. اما وقتی حواس پرت باشی و حواست پراگنده باشد، بخش ترس فعال می شود. به همین دلیل است که بیشتر مردم فکر می کنند تنبلند و توانایی ندارند، در حالی که فقط ذهنشان مغشوش و پراگنده هستند و دنبال موضوعات مختلف و گوناگون هستند. فرق افراد معمولی و افراد موفق در چیست؟ آنها ساعتها تمرکز نمی کنند. آنها لحظه های کوچک اما عمیقی دارند. اگر هر روز فقط 1 دقیقه تمرکز واقعی داشته باشی، در یک ماه می شود 30 تصمیم آگاهانه و 30 تصمیم آگاهانه می تواند مسیر یک سالت را و رسالتت را تغییر بدهد. اما یک نکته مهم اینجا هست: اگر همین حالا بگویی بعداً انجام می دهم، تو هم وارد همان 95% افراد می شوی. پس همین حالا تصمیم بگیر که بعد از تمام شدن این ویدیو تمرین را انجام بدهی، چون اکثر مردم فقط گوش می دهند اما عمل نمی کنند. اگر تا اینجا این ویدیو را دیدی، یعنی تو جزء کسانی هستی که می توانند تمرکز کنند و تمرکز را در ذهن خود فعال کنند و ایجاد کنند. حالا در کامنت برایم بنویس، فقط بنویس 60 ثانیه شروع شد. این کار 2 فایده دارد: اول، مغزت تعهد می سازد. دوم، من می فهمم که تو اهل عمل هستی و اگر احساس می کنی این ویدیو ارزش داشت برایت، همین حالا برای حمایت از ما ویدیو را لایک کن تا یوتیوب این پیام را به افراد بیشتری نشان بدهد. شاید 1 دقیقه تمرکز تو زندگی کسی دیگری را هم تغییر دهد. در ویدیوی بعدی یک تکنیک حتی عمیق‌تر را یاد می دهم که باعث می شود مغزت خودش به تمرکز اعتیاد کند و اعتیاد پیدا کند. اما فقط کسانی آن را می بینند که زنگوله را فعال کرده باشند. پس همین حالا
کانال ما را سابسکرایب کن، زنگوله را فعال کن و این ویدیو را برای یک دوستت بفرست و یادت باشد زندگی با تصمیم های بزرگ تغییر نمی کند، با لحظه های کوچک اما متمرکز تغییر می کند. حالا یک امتحان یا یک آزمایش واقعی شروع می شود. اگر واقعا فکر می کنی که تو کنترل ذهن داری، این چیزی را که برایت می گویم امتحان کن. گوشی یا تلفنت را در مقابلت بگذار، صفحه اش را روشن بان و به شکل روشن باشد، نه خاموش. 60 ثانیه کامل یا یک دقیقه کامل حق نداری تلفنت را لمس کنی، حق نداری اعلانی که میآید را چک کنی، حق نداری حتی تکان بخوری. فقط نگاه کن و تماشا کن و هیچ کار را انجام نده. اگر قبل از 60 ثانیه یا یک دقیقه تسلیم شدی، بدان که تمرکز است دست خودت نیست و تمرکزت تحت کنترل تو نیست. اکثر مردم در 15 ثانیه شکست میخورند، اما اگر دوام آوردی تو جزء 5% هستی. 60 ثانیه از همین حالا شروع شد. تایمر از همین حالا شروع شد. حالا در کامنت فقط یکی از این دو را بنویس: شکست خوردم یا من 60 ثانیه را بردم. بگذار ببینم چند نفر واقعا کنترل ذهن دارند. اگر نتوانستی 60 ثانیه دوام بیاری، پس چرا فکر میکنی میتوانی زندگیت را کنترل کنی؟